أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امام نووی رحمه الله در کتاب ریاض الصالحینش میگوید کتاب الاذکاری، کتاب درباره ذکرها. پس ما و شما کتاب درباره ذکرها، باب فضیلت ذکر و تشویق کردن برای ذکر، ما و شما آیتها و 2 حدیث از این باب را گرفتیم و درس امروزه ما باشد از زیر این باب حدیث 3 و از کتاب ریاض الصالحین حدیث 1409 کتاب ریاض الصالحین شروع می شود. امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 1409 کتاب ریاض الصالحینش میگوید و عنه ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال، یعنی از ابو هریره رضی الله عنه روایت است، هر آن رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند: من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مرة. میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند که هر کسی که بگوید لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مرة، در یک شبانه روز این ذکر را 100 مراتب بگوید، کانت له عدل 10 رقاب، این برابر به آزاد کردن 10 برده می باشد. یعنی هر کسی که در یک شبانه روز این ذکر را 100 بار بگوید، پس میرسد پاداش برای این انسان گوینده برابر به 10 برده را آزاد کردن، 10 کنیز را آزاد کردن چقدر ثواب دارد. پس 100 بار گفتن این ذکر در یک شبانه روز انا همان قدر ثواب و اجر و پاداش دارد. و کتبت له 100 حسنة، تنها اون پاداش تنها نه، بلکه و کتبت له 100 حسنة، و ثبت می شود در نامه اعمال این انسان 100 حسنه برای 100 بار گفتن این ذکر. و محیت عنه 100 سیئة، و محو پاک می شود از اون انسان 100 گناهش، 100 گناه اون انسان پاک می شود از گناهانش. و کانت له حرزا من الشیطان یومه ذلك حتی یمسی، و همچنین از فضیلت و بزرگی و پاداش این ذکر مبارک همین است که و کانت له حرزا من الشیطان، و حفاظت می شود اون انسان و می باشد برای اون انسان حرز، یعنی که پناهگاه از شیطان، یومه ذلك حتی یمسی، همان روزی که این انسان این دعا را 100 بار گفتگی است تا بگه را، یعنی تا بگه این انسان در پناه و عصمت الله جل جلاله حفظ کرده می شود، نگاه کرده می شود که شیطان این انسان را گمراه و براه گرداندن نمی تواند. ولم یأتی احد بافضل مما جاء به الا رجل عمل اکثر منه، یعنی که و انجام نداده از کسی افضلتر و خوبتر از آن کاری را که این انسان انجام دادگی است، مگر مردی که انجام دادگی باشد اکثر منه، زیادتر از این مرد ده. یعنی هر انسانی که این ذکر لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك و له الحمد و هو على كل شيء قدیر را در یک شبانه روز 100 بار بگوید، پس یگان کس افضلتر از این انسان کار را انجام دادگی نیست
مگر مردی که از این در زیادتر همین ذکر گفتگی باشد. مثلا یک مرد دیگر آمده است این ذکر را 110 بار گفته است یا 150 بار گفته است یا 200 بار گفته است، پس این مردی که زیادتر از این مرد 100 بار گفتگی این ذکر را گفته باشد، پس اون را ثوابش زیادتر و بسیارتر می شود. و الا کسی میگه در اون روز اجر و پاداشی یا کار را افضلتر و بزرگتر از این مردی که 100 بار این ذکر را گفته است انجام دادگی نیست. و اکنون این ذکر چی معنی دارد؟ لا اله الا الله وحده لا شریک له، یعنی نیست معبودی بر حق بجز الله یگانه که شریک در بر اون الله وجود ندارد. له الملک، پادشاهی مستقیم و پادشاهی مطلق از آن الله جل جلاله است. و له الحمد، و الله جل جلاله شایسته حمد و ستایش است. و هو علی کل شیء قدیر، الله جل جلاله به همه کار قادر و توانا است. پس این هست معنای این ذکر که گوینده این ذکر چقدر فضیلت‌های زیاد را به دست می‌آورد. اولین فضیلت این است که 100 گناهش یا که برابر به 10 برده و کنیز آزاد کردن ثواب می‌گیرد و 100 حسنه در نامه اعمالش نوشته می‌شود. دوم و سوم 100 گناه این انسان بخشیده می‌شود. و چهارم این انسان از شیطان پناه بردگی است، در آن روز از شیطان محفوظ ماندگی است تا بگهره. و پنجم فایده از گفتن این، یگان کسی به مثل این انسان عمل پرثواب را انجام نداده است مگر کسی که زیادتر از این انسان، زیاد از 100 بار این ذکر را گفته باشد. پس این هست فضائل این ذکر. و قال، و همچنین در دوامش میگوید که من قال سبحان الله و بحمده فی یوم 100 مرة، یعنی هر کسی که سبحان الله و بحمده در یک شبانه روز 100 بار بگوید، هر کسی در یک شبانه روز 100 بار سبحان الله و بحمده بگوید، حطت خطایاه و ان کانت مثل زبد البحر، یعنی که پاک می شود خطاهای اون انسان، گناهان اون انسان بخشیده می شود. و اگر که مثل کف دریا باشد خطاهایش، و اگر به اندازه کف دریا اون انسان خطا کردگی باشد، با سبب 100 بار گفتن سبحان الله و بحمده گناهان اون انسان پاک می شود، گناهان اون انسان بخشیده می شود. این از حدیث متفق علیه. پس معنای سبحان الله و بحمده که گناهان انسان را هر کسی که 100 بار بگوید گناهانش بخشیده می شود. این چی معنا دارد؟ سبحان الله و بحمده یعنی پاک است الله و با حمد و ستایشش، پاک است الله جل جلاله و با حمد و ستایشش. پس این حدیث متفق علیه می باشد که در این حدیث ما و شما 2 ذکر را از ذکرهای معین از رسول الله صلی الله علیه و سلم با فضائلش به دست آوردیم. این بود حدیث 1409 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این حدیث 1410 کتاب ریاض الصالحین، امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 1410 کتاب ریاض الصالحینش میگوید و عن ابی ایوب الانصاری رضی الله عنه عن النبی صلی الله علیه و سلم قال، یعنی از ابو ایوب انصاری رضی الله عنه روایت است از پیامبر صلی الله علیه و سلم که رسول الله گفتند من قال، هر کسی که بگوید لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدیر 10 مرات، هر کسی که این ذکر را، ذکر لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدیر را 10 مراتبه بگوید، هر انسانی که 10 بار بگوید
کان کمن اعتق 4 انفس من ولد اسماعیل، پس می باشد به مثل کسی که آزاد کردگی است 4 تن از فرزندان اسماعیل علیه السلام را. یعنی هر کسی که همین ذکر کوتاهک را 10 بار بگوید، گویا که 10 برده که از فرزندان اسماعیل علیه السلام باشد، یعنی که از بلندترین نسب که اسماعیل علیه السلام هست، پس از آن همین با شرافت ترین و پس از آن همین با نسب ترین انسان، گویا که 10 تا فرزندش را آزاد کردگی، بر این ثواب در نامه اعمال اون انسان گوینده نوشته می شود. این حدیث متفق علیه است. پس معنای این ذکر که برابر به 4 تن، هر کسی که 10 بار بگوید گویا 4 تن از فرزندان اسماعیل علیه السلام را آزاد کرده است. معنایش چنین است که لا اله الا الله وحده لا شریک له، یعنی نیست معبودی بر حق بجز الله یگانه، وحده اون الله به تنهایی شایسته عبادت و سزاوار دعا و پرستش است، لا شریک له، در بر الله جل جلاله کسی شریک نیست، له الملک، الله جل جلاله است پادشاه مطلق تمام کائنات، و له الحمد، و الله جل جلاله شایسته حمد و تعریف و توصیف است، و هو علی کل شیء قدیر، اون الله جل جلاله بر تمام چیز قدرت و توانایی دارد. الله جل جلاله صاحب قدرت مطلق است. قدرت الله جل جلاله محدود نیست، بلکه به تمام چیز قدرت و توانایی دارد اون ذات پاک. پس هر کسی که این ذکر را 10 بار بگوید، گویا که 4 فرزندان اسماعیل علیه السلام را آزاد کرده است. الله اکبر. ببینید اجر و پاداش و ثواب‌های را که با گفتن کلمات کوتاهک میتواند که انسان صاحب شود و میتواند که انسان به دست بیارد این اجر و پاداش را. پس این بود حدیث 1410 کتاب ریاض الصالحین که این حدیث متفق علیه می باشد. بعد از این حدیث 1411 کتاب ریاض الصالحین، امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 1411 کتاب ریاض الصالحینش میگوید و عن ابی ذر رضی الله عنه قال، یعنی از ابو ذر رضی الله عنه روایت است که گفت قال لی رسول الله صلی الله علیه و سلم، ابو ذر رضی الله عنه میگوید که رسول الله صلی الله علیه و سلم برای من گفت که الا اخبرک باحب الکلام الی الله، یعنی که آیا خبر بدهم تو را، آیا خبر بدهم به محبوب ترین کلام در نزد الله جل جلاله، یعنی آیا میخواهی که تو بدانی محبوب ترین سخن، محبوب ترین کلام در نزد الله جل جلاله چی است؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم گفتن که این احب الکلام الی الله، گفتن هر آینه دوست داشته ترین سخنها در نزد الله جل جلاله سبحان الله و بحمده می باشد. یعنی دوست داشته ترین ذکر که انسان می تواند این ذکر را به آسانی بیان بکند، این سبحان الله و بحمده می باشد. رواه مسلم، این حدیث را امام مسلم رحمه الله روایت کردگی است. معنای سبحان الله و بحمده یعنی پاک است الله جل جلاله با حمد و ستایشش. این بود حدیث 1411 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این حدیث 1412 کتاب ریاض الصالحین، امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 1412 کتاب ریاض الصالحینش میگوید و عن ابی مالک الاشعری رضی الله عنه قال، یعنی از ابو مالک اشعری
رضی الله عنه روایت است که گفت قال رسول الله صلی الله علیه و سلم. ابو مالک اشعری میگوید که پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند که الطهور شطر الایمانی، یعنی پاکیزگی و تازگی نصف ایمان است. پاکیزگی و تازگی نصف ایمان می باشد. والحمدلله تملأ المیزان، و گفتن الحمدلله پور میکند ترازوی اعمال را در روز قیامت. و سبحان الله والحمدلله تملأان او تملأ ما بین السماوات والارض. پس گفتن سبحان الله و همچنین گفتن الحمدلله هر دویشان یک جا پر میکنن آن چیزی که فاصله بین زمین و آسمان است. فاصله بین زمین و آسمان چقدره که هست؟ گفتن سبحان الله و الحمدلله هر دی اینها یک جا، انا همین بین آسمان و زمین را پر از اجر و پاداش میکند. یعنی انا همین قدر اجر و پاداش دارد گفتن سبحان الله و الحمدلله. در یک روایت دیگر میگوید که او تملأ، یا تنها سبحان الله پر میکند بین آسمان و زمین را از ثواب، و الحمدلله همچنین بین زمین و آسمان را پر از ثواب میکند. یعنی هر یک کدامش انا همین اندازه‌ای، به انا همین فاصله و به انا همین مقدار ثواب و اجر و پاداش دارد گفتن این سخنان مبارک. رواه مسلم، این حدیث را امام مسلم رحمه الله روایت کردگی است. پس معنای این ذکرها چی است که این قدر اجر و پاداش دارد؟ والحمدلله که ترازوی اعمال را پر از اجر و پاداش میکند، معنایش چنین است که حمد و ستایش و تعریف و توصیف و تمجید خاص الله جل جلاله است. کسی مطلقاً سزاواری تعریف و تمجید نمی باشد. پس این هست معنای الحمدلله. اما معنای سبحان الله و الحمدلله که بین آسمان و زمین را هر یک کدامش پر از ثواب و اجر میکنند، معنایش چنین است که سبحان الله یعنی پاک و منزه است همون الله یگانه از تمام عیب و نقصان و کمبودی. الله جل جلاله پاک و منزه می باشد. و الحمدلله همچنین حمد و ستایش خاص الله جل جلاله را. پس این هست معناهای این کلمات کوتاهکی که تا این اندازه اجر و پاداش و ثواب دارند. رواه مسلم، این حدیث را امام مسلم روایت کردگی است و این بود حدیث 1412 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این حدیث 1413 کتاب ریاض الصالحین، امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 1413 کتاب ریاض الصالحینش میگوید و عن سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه قال، یعنی که از سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه روایت است که گفت جاء اعرابی الى رسول الله صلی الله علیه و سلم فقال، میگوید بادیه نشین نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم آمد و پس اون بادیه نشین گفت علمنی کلاما اقوله، گفت ای رسول الله یاد بده برای من سخنان را که من اون سخنها را بگویم. یعنی که ذکر را، سخنانی که اجر و پاداش دارد برای من، آن سخنهای با اجر و پاداش را، اون ذکر را برای من بیاموزان، برای من یاد بده. قال، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت اون بادیه نشین را که قل، بگو لا اله الا الله وحده لا شریک له الله اکبر کبیرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله رب العالمين ولا حول ولا قوة الا بالله العزيز الحكيم. پس پیامبر صلی الله علیه و سلم این سخنان زیبا را، این ذکرها را
برای اون بادیانشین یاد داد. یعنی که چی معنا دارد این ذکرها؟ میگه که پیغمبر براش گفت که لا اله الا الله بگو، یعنی نیست معبودی بر حق بجز الله جل جلاله وحده، فقط یگانه معبودی بر حق الله خودش تنها هست. لا شریک له، در بری الله جل جلاله شریک وجود ندارد. الله اکبر و کبیرا، الله بزرگتر است به بزرگیش، الله بزرگتر است با بزرگیش. والحمد لله کثیرا، و حمد و ستایش الله به نهایت زیاد، بسیار حمد و ستایش برای الله جل جلاله. و سبحان الله رب العالمین، و پاک است الله و منزه است از تمام نقصان الله جل جلاله که پروردگار عالمیان است. ولا حول، و نیست حول و نیست بازدارنده از گناه و معصیت. ولا قوت، و نیست قوت دهنده برای انجام دادن عملهای نیک الا بالله، فقط یگانه الله جل جلاله است که العزیز الحکیم است الله، یعنی الله غالب است و الله بسیار با حکمت است. الله جل جلاله به تنهایی مانع گناهان انسان می شود که انسان را از گناه کردن باز می دارد، و الله جل جلاله است که انسان را توفیق می دهد، قوه می دهد، کارهای را می کند که در عقل انسانیت هیچ راست نمی آید. یعنی که انسان با توفیق الهی، با قوه از جانب الله جل جلاله کارهای بسیار بزرگ و شایسته را انجام می دهد. پس این ذکرها را میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم برای آن اعرابی تعلیم داد. قال، بعد اون اعرابی گفت فهؤلاء لربی، گفت ای پیامبر این سخنهایی که گفتی همه اینها وصف و توصیف و تعریف و تمجید ذات پاک الله است. فمالی، پس گفت برای خودم چی؟ این گپایی که برای من گفتی، این ذکر گفتی، همه این توصیف و ذکر و یاد الله بود، برای خودم چی کار بکنم؟ برای خودم چی؟ قال، میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که قل، بگو اللهم اغفر لی وارحمنی واهدینی وارزقنی. گو برای خودت این است که بگو که اللهم اغفر لی، ای بار الها بیامرز من را، ای بار الها ببخش من را. وارحمنی، ای بار الها رحمتت را بالای من نازل بگردان. واهدینی، ای بار الها هدایت بکن من را، راهنمایی کن، توفیقم بده ای الله. وارزقنی، ای الله جل جلاله من را رزق بده از وجه حلال، روزیم بده از وجه حلال، رزقم را حلال و فراخ و زیاد بگردان ای الله جل جلاله. پس این دعاها گفت در حق خودت است که گناهان خودت را طلب بخشش کن که الله گناهانت را ببخشد، رحمت الله را طلب کن که رحمت الله بالایت بیاید، هدایت و توفیق الهی را طلب بکن که الله تو را هدایت بکند، توفیقت بتیاد برای عمل کردن و ذکر کردن یاد الله را به جا آوردن، و همچنین از الله طلب کن که برای تو رزق فراخ و حلال و زیاد نصیب بگرداند. رواه مسلمون، این حدیث را امام مسلم رحمه الله روایت کردگی است. این بود حدیث 1413 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این حدیث 1414 کتاب ریاض الصالحین شروع می شود. این حدیث را انشاءالله درس آینده خواهیم گرفت. پس دقت بدهید که 2 حدیثی که درس گذشته ما و شما گرفتیم و 5 حدیثی که در این درس ما و شما گرفتیم، یعنی از اول این باب تا اینجا ما و شما 7 حدیث گرفتیم. در این 7 حدیث ذکرها هست. این ذکرها را میگن ذکرهای مطلق، یعنی ذکرهایی که همیشه انسان میتواند اینها را بگوید، سحر و ابیت و بیگه و شب است و روز است و فرق ندارد، هر زمان و هر وقت میتواند انسان این ذکرها را انجام بدهد. اینها را میگویند ذکرهای مطلق، ذکرهای مطلق.
اما بعد از حدیث 1414 کتاب ریاض الصالحین انشاءالله درس آینده من از ذکرهای مقید شروع می شود، یعنی ذکرهایی که بعد از نماز گفته می شود و بعد از اون بعد از طهارت و خلاصه ذکرهایی که مقید هستند، وقتی معین دارند برای گفتنشان، انشاءالله از درس آینده اون ذکرهای مقید را به سمع شما خواهیم رسانید. پس این بود درس امروزه‌مان. درس امروزه را در همین جا به پایان میرسانم و این حدیث 1414 کتاب ریاض الصالحین که ذکرهای مقید شروع می شود، این را انشاءالله درس آینده خواهیم گرفت. بارک الله فیکم و جزاکم الله.